خب دانش یعنی چی است به نظرت؟ دانش این مدنیت، این یک انسانی اخلاق حمیده. دانش بودن با دانش شدن با حق دانشان در دل چراغی روشن است و از همه بر تن تو روشن است. هر یک شخص برای دانش آموختن، یعنی به مکان خود و دبستان علم، با یک مهر و محبت زیاد برای دانش انداختن به مکتب یا اینکه به دانشگاه می‌آید. حاضر در جامعه امروزه ما، یعنی دانش نمیگویم که در سطح بلند است، یعنی هم در سطح پست است یا هم در سطح بلند است و یعنی در سطح میانه می باشد. به فکر من که نه هر یک شخص برای دانش آموختن به دبستان علم می‌آید. یک ملت صاحب فرهنگ رو، هر یک ملت صاحب تمدن رو محض توسط علم، فرهنگ، مدنیت میشناسند و جوانان امروز خوشبختند چون که توسط تکنولوژی نو با تمام علم‌های دنیوی و با تاریخ تمام مردم بشر، یعنی که مردم علاقه پیدا میکنند و از تاریخ آنها با خبر میشوند. اگر از روی همین شکلای 10 بالا به هوتید شما بهای چند میدادید به دانش جوانان امروز، هم مکتبخانه‌ها هم دانشگاه‌ها؟ اگر در همه دور زمان سطح دانش وابسته به پیشروی جامعه، وابسته به سیاست دولت علاقمند است. بهای ما از روی شکلای 10 بالا بگیم یک 9-10 می شود. دانش محصولی از طرف انسان درک کردن عالم احاطه کرده می باشد که انسانیت هم وقت عالم احاطه کرده را که در عین حال ابجکتیوی است، سوبیکتیوانه، یعنی با طور خاص خود درک میکنند و در برابر درک کردن اشیا عموما عالم احاطه کرده انسان صاحب دانش میگردد.